اوس مونږ راغلی یو د کارتینو سیمې ته. کابل ما در یک سال اخیر شاهد تحولات زیادی بوده، بخصوص در قسمت بازسازی سرک ها. سرک ها بسیار عزیز هستیم، دیگه هم که سرک ها را پخته کنه ما دیگه هم خوش میشیم. قبل از این خب یخی چیز نبود، نه سرک بوده که نه آدم تیر شده میدونست نه حیوانات. سرک مثل خارج وری جور شده است که همین گروپش مانده است، گروپ ها هم فعال میکنه، خارج است میگه کاروبار میشه، خوش هستیم بود. سری سرک بسیار خوش هستیم، بسیار خوشحال هستیم. اصولی قانونی بسیار خوب کار شده، بسیار اساس کار کرده. به نام خالق زیبایی ها، هموطنان عزیزم، السلام علیکم. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. من زینب معصومی هستم و شما را خوش آمدید میگم به اولین گزارش خود از چینل یوتیوب سانرایز افغانستان. امیدوار هستم که هر جای کره خاکی هستین جور و سلامت باشین. خب دوستای عزیزم، قسمی که ما و شما شاهد هستیم، کابل ما در یک سال اخیر شاهد تحولات زیادی بوده، بخصوص در قسمت بازسازی سرک ها. این قسمتی که من ایستاده هستم، کارهای بازسازیش تقریبا 80% تکمیل شده و این منطقه از دارالمان شروع تا به شهرک آجینبی ختم میشه و کارهای بازسازی اینجا تقریبا 80% تکمیل شده و گلدانایش هنوز مانده. آمدیم اینجا که اینجا رو دیدن کنیم و با شما شریک بسازیم و چند جای دیگه هم خاط رفتیم و نظریات دوستانم می داشته باشیم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را همراه باشیم. عزیز، حال یک هموطن دیگه ما را همراه خود داریم. آمدیم که نظریات اینا رو در مورد سرک ها داشته باشیم. سلام علیکم، بیادر، وقتتون بخیر. و علیکم سلام، همشیره خوب هستین؟ خیر است. تشکر، زنده باشین. چی میکنین بیادر ایتره؟ ما تاکسیوان هستیم. تاکسیوان هستین، بسیار خوب. چطور پیش میره کاروبارتان؟ و شکر خوب از خدای خود راضی است. موتر ما شخصی دولت نمیمونه، میگه چی است تاکسی کنین، تاکسی نمیشه، مدلش پایان است 90 است. عوامر تاکسی را برای ما نمیتونه، دیگه واسه ما نداریم که تاکسی بگیریم شهری. بس کار میکنیم، از خدای خود راضی هستیم. شما قبلا نمازی سرک آمده بودین؟ بله همشیره، ما در شهرک ما تاکسیوان هستیم، شهرک اجنبی زیاد آمدیم. این سرک ها خیلی خراب بود، چی بود، امی سرک بسیار خراب بود. ولی شکر امارات آمده ای را جور کرده، هر کسی که هست ای را جور کرده، بسیار راضی هستیم. و دیگه هم کوشش کنه که سرک ها را پخته کنه که مردم بتونه که درست رفت آمد کنه، مریض داره چی داره، فهمیدی؟ چطور است وقتی که رانندگی میکنین حال خوبتر شدنی نسبت به سابق؟ تیز خود زیاد نمیرین؟ نه بسیار ما سیستم خود میریم. از سرک ها بسیار راضی هستیم، دیگه هم که سرک ها را پخته کنه ما دیگه هم خوش میشیم. بسیار خوب، بیاد در کاروبارتان برکت. وقتی برو مرور یکم متوجه بشین الان سرک ها خود جور شده دیگه، همین موتروانا سرعت دیگه بیشتر میکنن وقتی که سرک خوبتر بیان. شما میذارم متوجه باشین که مردمی که عزیز و برو مرور میکنن به اونا مزاحمت ایجاد نشه. بیاد در کاروبارتان برکت باشه، موفق باشین. تشکر که وقتتان در اختیار ما قرار دادین. بخیر باشین، آرام باشین. شما هم همچنان.
اینجا ما یک هموطن ما را داریم که آمدیم امروزشان صحبت کنیم و ببینیم نظرشون در مورد سرک ها چیست. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر، زنده باشین. شما باشنده همین منطقه هستین؟ بله. بسیار خوب. فکر کنم منتظر موتر بودین جای میرفتین. بله، منتظر است. خب بیادر میشه در اول به دوستای عزیز خودک معرفی کنین؟ نام ما سید علی آور است، باشنده قلعه بختیار دالامان میباشم. خب بسیار خوب. چی مصروفیت دارین؟ ما خودم فروشگاه لباس محفلی زنانه دارم به نام نگین برند. خب بسیار خوب. چطور است کاروبارتان؟ خوب است، شکر است. راضی هستین؟ محفلا چطور است در اواخر؟ خوب است. گاهی است و گاهی نیست، چیزا فصلی است. قبلا اینجا چه مشکلات بود در سرک؟ قبلا این سرک خراب بود دیگه، حالا خوب است، سرک جور شده. بعضی مشکلات داره که مثلا گلدانی گپاش خیلی کلان است، اما خوب است دیگه، سرک جور شده، مردم خیلی سهولت ایجاد شده. سابق خاکباد و گپا بود و سرک خراب بود، حالا از وقت سرک جور شده خوب شده. خوب شده نه؟ به بله. مردم راه رفت آمد کمی آسان‌تر بله، شده. بله. خب بسیار خوب. بیادر حالا چی احساس دارین از اینکه سرک ها جور شده؟ از این احساس بسیار خوشحالی داریم که از اینکه سرک ها و گپای وطن ما داره جور شده رایستن، اما خوشحال میشیم که با کیفیت خوبتر جور شود، کیفیت بلندتر باشه، چیزی نباشه که یک بار مصرف باشه دیگه. خوشحال هستیم از اینکه وطن ما روز به روز آباد شده. خواستتان از دولت چی است؟ چی؟ خواستم از دولتی است که به جوانان زمینه کار مساعد کنن تا جوانان از وطن فرار نکنن دیگه. یک آزادی بیایه که هر کس حق داشته باشه که حرفای دل خود آزاد بیان کرده بتونه دیگه. کدام خواست نه. در آخر چی پیام دارین به بینندگان عزیزی که همگی شما را میبینه که پیام داشته باشین؟ پیام ما است انشالله که یک روز وطن ما آباد شود، صلح سرتاسری در افغانستان بیایه، همگی ما یک دست باشیم، از تبعیض دوری کنیم، همگی را به یک چشم ببینیم و یک روز باشه که افغانستان از کل کشورهای دنیا که آباد شد. انشالله. تشکر بیادر عزیز که وقتتان در اختیار ما قرار دادین. موفق و سربلند باشین. خدا نگهدار. خوش آمدین دوستای عزیز. ما آمدیم در قسمت دیگه از این منطقه. اینجا برادرای ما را داریم همراه خود که مصروف کار هستن و قسمت های از این سرک که مانده اینا دارن بازسازی میکنن. بیادر محترم اگه یک لحظه وقت به ما بدین. مهربانی همشیره. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر جور هستین ان شاء الله. بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. یک معرفی میشه خودتون بکنین به بیننده ها؟ من منصور عزیزی هستم، گلکار هستم. اگه سرک کار میکنیم تقریبا 6 ماه شده کار میکنیم دیگه. تقریبا کار رو به خلاصی است، بخیر چیز نمونده، فقط این پیاده روی ها مونده، این جدول یگان داغگیری مونده دیگه، چیز نمونده ان شاء الله. خب بسیار خوب. چطور پیش رفت کاروبار؟ راضی هستین از کار؟ از کار ما راضی هستیم ان شاء الله. چرا راضی نیستیم؟ کلا شکر دست به کار هستیم. اینجا 10 نفر 20 نفر می کار میکنن و پس میرن. بسیار خوب. بیننده از قسمت که شما میبینین این برادرای ما اینجا کار میکنن و واقعا ما بالایشان افتخار میکنیم از اینکه به وطن خدمت میکنن و اینکه کسی که به وطن خدمت میکنه واقعا یک لذت خاص داره. همین قسم نیست بیادر؟ زنده باشه. نه بسیار گپ نیک است، درست است. ما خب به شوق کار میکنیم، بسیار به شوق به این کار میکنیم که اول خو اگر خودنمایی نشه بگیم این منطقه پاک میشه، اگر بگیم از این منطقه است باز خودنمایی میشه. نه، اصولی قانونی بسیار خوب کار شده، بسیار اساس کار کرده. همین شرکت کار میکنه، بسیار خوب کار میکنه. ما تقریبا اینا چند سال است که تا جا مصروف هستیم، در جمهوریت هم مصروف بودیم، در امارات هم مصروف هستیم که چون بسیار مردم نیک هستن، کار درست میکنن، کار خوب میکنن. بسیار خوب. بیادر چطور پیش میره کاروبارتان؟ زندگی چطور پیش میره؟ خوب است، زندگی شکر است میگذره که نمی دیگه گذران خدا میکنیم، توکل به خدا. و بیادر از کدام گفتنی داشته باشین، پیام داشته باشین به هموطنان عزیز ما، کمره ما در خدمت شماست، میتونین که گفتنی تان بگوین. زنده باشین، خیر از آمدتون تشکر. ما کدام گفتنی خاص نداریم، گفتنی کل ملت امروز وظیفه و کار است که ما درست کار بتونیم، آزاد کار بتونیم، مثل که نمیال آزاد کار میکنیم. یک کم کار باشه که دست کل آزاد شه، دست به کار شه، ان شاء الله هیچ کدام مشکل دیگه نیست.
زنده باشین. تشکر. خواهش می‌کنم. واقعا خیلی هموطنان ما زحمت کشیده بودن، سرک خیلی خوب منظم جور کردن. واقعا دستشان درد نکنه که در آبادی وطن ما سهم میگیرن. خب ما ساحه را دیدیم، همراهیتان خواهان هستم تا اینکه بریم قسمت بعدی و یک ساحه دیگر را ببینیم. لیدون که بیا هم غرق است. اوس مونگ راغلی و ده کارت نو سیمتم. خب دوستای عزیز، قبلا که شما گزارش دیدین ما در ساحه دارلمان بودیم و از سرکی که بازسازی شده بود دیدن کردیم و نظریات مردم هم داشتیم. حالا آمدیم در کارت نو منطقه رحمان مینه. سرکی را که شما اینجا میبینین من ایستاد هستم، سرکی است که تازه بازسازی شده و واقعا خیلی استاندارد و مقبول. خطا رو میبینین چقدر مقبول خط اندازی شده و اینجا هم ایستگاه بس دارن به خاطر که مردم وقتی که منتظر موتر یا بس استاد میشن در لبای سرک نباشن و مستقیم در خود جایش باشن. خب دوستان حالا اینجا آمدیم از سرک هم دیدن میکنیم و نظریات مردم هم میداشته باشیم. با ما همراه باشیم. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شکر، از بخیر باشین. باشنده همیشه هستین؟ بله. بسیار خوب. میشه خدا یک معرفی کنید به بیننده های عزیز؟ چرا نه؟ عنایت الله مرخید هستم از ناحیه 8. بسیار خوب عنایت الله جان. اینجا قبلا چه مشکلات داشتین شما وقتی که قبل از یک سرکا بازسازی شوه؟ قبل از این خب یخی چیز نبود، نه سرک بوده که نه آدم تیر شده میتونست نه حیوانات. حالا خب بسیار خوب شده، خوب سرک جور شده که. بسیار خوب شده. مصرف چی کاربار هستی خودت بیادر؟ همین کراچی از ماست که اینجا. خب قبلا که بازسازی نبود خدا میدونه چقدر خاکبار میشد نه؟ همون تو بود. دو وقت ما هم نبودیم، سرک جور شد ما اومدیم اینجا. این سرک مردم میترسید، در روز میترسیدن مردم. خب بیادر حالا چقدر خوشحال هستین و ای که میبینین سرک بازسازی شده و شما در این منطقه که پاک صفا است آمدین کراچی تان آمدین و دست فروشی میکنین؟ خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. خارج سرک مثل خارج وری جور شده است که همین گروپش مونده است، گروپا هم فعال میکنن، خارج است میگه کاربار میشه. خوش هستیم گدیش. از گپایتان مالا میشه. بسیار خوش هستین، بسیار راضی هستین از سرک. خوب است بیادر. چی پیام دارین، چی گفتنی دارین به بیننده های عزیز ما؟
همین گفتگی داریم بر مردم که همین خوش هستیم که سرک جور شده. باید ما خود ما خیال چیز نگاه کنیم، نظافت هر چیز مراعات کنیم با که این چیزا خراب نشه، این گروپ ها فعال شه. دیگه خوش هستیم از دولت. تشکر بسیار. سلامت باشی بیادر. چیزی بخوریم. قسمی که شما هم گفتنی های برادر عزیز ما را شنیدین، واقعا هم قسم که میگن کاملا مثل خارج آرشتن. تو من فکر میکنم که هیچ چیز کابل نیست. یعنی قبلا اینجا بسیار وضعیت خراب بود و رفت آمد خیلی مشکل بود. خاک بود و گرد خاک بود. وقتی که زمستان میشد گل لای مردم بسیار به عذاب بودن. حال واقعا خیلی خوب شده و لایتنگش هم که فقط گروپاش مانده نصب کنن او هم خیلی خوب درست شدن و قسمی که یادآوری شدن حالا که سرکا بازسازی شده، هموطنای ما زحمت کشیدن اینجا بازسازی کردن. باید در قسمت نظافتش هم ما باید رعایت کنیم و زباله‌دانی هایی که در هر گوشه منطقه مانده شده است زباله‌های خود از شیشه های موتر دور نندازیم. همین ما مسئول هستیم که به شهر خود پاک نگاه کنیم و در امی قسم که حال پاک صفا است تا آخر امی رقم باشه. سلام علیکم. و علیکم. خوب هستین صدمن؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. میشه یک بار خودم معرفی کنین به بیننده های عزیز ما؟ بالکل. ما میگه خانی ملک علای برکی است او ما میگه پارک پری ما جوگه تا بالا شکر میزنیم. ما بسیار خوش هستیم از جای از سرک. خدا خیر بیته که بری ما ای سرک جور کرده و جای تفریح است و ما برش دعا میکنیم و خدا کامیاب کنه این مردم. آجی صاحب مصروف چی کاروبار هستین؟ میبینم که جمعرای دوستایتان از فکر کنم که همه تو دمی سرک پاک صفا آمدین چکر میزنین چی رقم؟ هیچ کاروبار نداریم. خالی در خانه مثلا دیگری میبریم، صبحی میبریم تو چکر میزنیم میدیم ورزش خود میکنیم. دیگه چی گپ نیست اینجا. بسیار خوب ورزش هم میکنین. کسب چای تیار خور هستیم تیار میخوریم. بچه‌ها بعد خارج است. بسیار خوب بسیار خوب. آجی صاحب نگفتین ورزش هم میکنین چقدر خوب است که به صحتتان شکر داریم مخام میکنیم. بسیار خوب میکنین. خب چقدر راضی هستین؟ چقدر خوش هستین که سرکا درست شده؟ بسیار خوش هستیم. بسیار سرک بسیار خوش هستیم. بسیار خوشحال هستیم. تو خوشحال هستیم که بسیار زیاد. آجی صاحب چی گفتنی دارین داخل؟ چی پیام دارین به هموطنایتان؟ و وطنای ما که عموما که بابا شو آرامی بیایم چی داریم دیگه چی داریم؟ هیچ چیز هم دیگه نداریم. خالی ملک ما آباد شو او قراری بیایم او مردم خارجی دست نزنه ما را باران ببانه. دیگه چی کنیم؟ تشکر. زنده باشین آجی صاحب. بخیر باشین. شما میتونین به ورزشتان ادامه بدین. سلامت باشین. وقتتان بخیر. ای که در ساحه‌ای که پاک شده واقعا از برکت همه مردم و هموطنای ما است و از برکت دولت است که سرکا بازسازی شده و این منطقه پاک شده و اونا با خیال راحت آمدن ورزش خود میکنن و از آب و هوای پاکی جا بهره میگیرن. چقدر خوب است. واقعا افتخار میکنم ای که آمدیم از آبادی وطن خود گزارش تهیه میکنم و من جای افتخار است. خیلی خرسند شدم از این واقعا با امیدی که امی قسم بازسازی ها ادامه پیدا کنه، وطن ما آباد شوه، ما و شما هم دست به دست هم بتیم، وطن خود پاک نگاه کنیم، با هم در صلح آرامش باشیم. خب ما هم رسیدیم به آخرای گزارش خود. این هم بود گزارش امروز ما. امیدوار هستم که از دیدن گزارش لذت برده باشین. شما را به خداوند پاک یکتا میسپارم. جور و صحت و سلامت باشین و هر جایی که هستین آرام باشین. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.